انتشارات جزیره کتاب تقدیم می‌کند. اضطراب اجتماعی، 7 راه آسان برای غلبه بر عقده حقارت امروزی. نویسنده استوارت کیلان. ترجمه یاسین قاسمی. گوینده زهرا حاتمیانفر. محتوای موجود در این کتاب را نمیتوان بدون اجازه کتبی مستقیم نویسنده یا ناشر تکثیر، کپی یا منتشر کرد. تحت هیچ شرایطی هیچ گونه سرزنش یا مسئولیت قانونی علیه ناشر یا نویسنده در قبال هر گونه خسارت، جبران خسارت یا ضرر مالی ناشی از اطلاعات موجود در این کتاب وجود ندارد، چه به طور مستقیم چه به طور غیر مستقیم. اطلاعیه سلب مسئولیت. لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات موجود در این کتاب فقط برای اهداف آموزشی و سرگرمی است. تمام تلاش‌ها برای ارائه اطلاعات دقیق، بروز و قابل اعتماد و کامل انجام شده است. هیچ گونه ضمانتنامه‌ای به صورت اعلام شده یا ضمنی وجود ندارد. خوانندگان اذعان دارند که نویسنده در ارائه مشاوره حقوقی، مالی، پزشکی یا حرفه‌ای شرکت نمی‌کند. مطالب این کتاب از منابع مختلف استخراج شده است. لطفاً قبل از استفاده از تکنیک‌های ذکر شده در این کتاب با یک متخصص دارای پروانه مشورت کنید. با مطالعه این کتاب خواننده موافقت می‌کند که نویسنده تحت هیچ شرایطی مسئول هیچ گونه ضرر و زیان مستقیم یا غیر مستقیمی که در نتیجه استفاده از اطلاعات موجود در این کتاب است که شامل آن است اما به آن محدود نمی‌شود، از جمله اشتباهات، حذفیات یا عدم دقت نیست. مقدمه. از شما برای خرید کتاب اضطراب اجتماعی 7 راه آسان برای غلبه بر عقده حقارت امروزی سپاسگزاریم. عقده حقارت به همین دلیل است که بیشتر مردم از ریسک کردن می‌ترسند، زیرا احساس می‌کنند ارزش ندارند. افرادی که عقده حقارت دارند همیشه منفی هستند و این ویژگی از دوران کودکی آنها شکل می‌گیرد. درد و ترس خود را در دل و ذهن خود پنهان می‌کنند. آنها راهی برای ایجاد مکانیزم‌های دفاعی برای پنهان کردن این ناامنی‌ها پیدا می‌کنند یا دیواری در اطراف آنها می‌سازند که از دیدن ضعف‌های دیگران جلوگیری می‌کند. این کتاب بینش‌هایی در مورد اینکه عقده حقارت چیست و چگونه ایجاد می‌شود ارائه می‌دهد. همچنین می‌توانید نشانه‌های ایجاد عقده حقارت را شناسایی کنید. این نشانه‌ها به شما کمک می‌کنند واکنش‌های خود را نسبت به موقعیت‌هایی که خاطرات دردناکی را به یادتان می‌آورند بررسی کنید. چند استراتژی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید که به شما کمک می‌کند آن خاطرات را با خاطرات مثبت جایگزین کنید. همچنین می توانید راههایی را شناسایی کنید که به شما کمک می کند از قرار گرفتن در چنین موقعیت‌هایی جلوگیری کنید. در طول این کتاب اطلاعاتی در مورد اینکه عقده حقارت چیست و چگونه افراد این عقده‌ها را ایجاد می کنند جمع‌آوری خواهید کرد. نشانه‌هایی وجود دارد که افراد دارای عقده حقارت چنین نشانه‌هایی را از خود نشان می‌دهند. اگر هر یک از نشانه‌های ذکر شده در این کتاب را از خود نشان می‌دهید، از روش‌های ارائه شده در فصل آخر استفاده کنید تا از احساس حقارت نسبت به افراد اطراف خود خلاص شوید. اگر مشکلاتی با عزت نفس دارید و اغلب احساس حقارت می‌کنید، ادامه مطلب را بشنوید و می‌توانید زندگی مطمئن‌تری داشته باشید. با تشکر از شما برای خرید این کتاب. امیدوارم از شنیدن این کتاب لذت ببرید. فصل اول. عقده حقارت. مردم اغلب در مقطعی از زندگی خود احساس حقارت می کنند. ممکن است نسبت به همکار، خواهر یا برادر یا حتی یک دوست احساس حقارت کرده باشید. این ممکن است برای برخی افراد یک رویداد جزئی بوده باشد، اما برای برخی دیگر می تواند شروع یک عقده حقارت بزرگ باشد.
این وضعیتی است که در دوران کودکی آنها شروع می شود و اگر این علائم را در اوایل زندگی تشخیص ندهید، در تمام جنبه‌های زندگی شما ظاهر می شوند. افرادی که از عقده حقارت رنج می برند بسیار حساس هستند و خود را تحقیر می کنند. افرادی که دارای این محدودیت ها هستند باید وقتی به سن خاصی در زندگی می رسند محدودیت های خاص خود را شناسایی کنند، بپذیرند و بر آنها غلبه کنند. اما برخی دائما این محدودیت ها را یا به دلیل فشار همسالان یا به دلیل والدین یا بزرگسالان مقتدر به خاطر می آورند. این محدودیت ها شامل واکنش های عاطفی، تفاوت های فرهنگی، ظاهر فیزیکی و برخی ناتوانی ها می شود. این افراد برخی از علائم عقده حقارت را به دلیل این یادآوری ها نشان می دهند. آنها برای غلبه بر احساس حقارت مکانیزم های دفاعی ایجاد می کنند. وقتی مردم در مورد ناامنی خود صحبت می کنند، از این مکانیزم ها استفاده می کنند. تفاوت بین احساس حقارت و عقده حقارت. وقتی بچه بودید، حقیر بودید. ممکن است این جمله برایتان مسخره به نظر آید، اما به آن فکر کنید. وقتی بچه هستید، نمی توانید به تنهایی زنده بمانید. شما برای بقای خود کاملاً به یک بزرگسال وابسته هستید. همانطور که بزرگ می شوید، بزرگترهایی که قوی‌تر و توانمندتر از شما هستند، شما را احاطه می کنند. آلفرد آدلر، روانشناس معروف، اشاره کرد که این یک انگیزه سالم برای احساس حقارت است. وقتی می بینید که فردی بهتر از شما کار می کند یا انتقاد سازنده‌ای دریافت می کنید، برای رفع هر نقطه ضعفی سخت تلاش خواهید کرد. وقتی این کار را انجام می دهید، به خودتان انگیزه می دهید تا بهتر عمل کنید و احساس قدرت بیشتری می کنید. بدین ترتیب هر گونه احساس حقارت از بین می رود. وقتی احساس حقارت می کنید، از اطرافیانتان یاد می گیرید. بنابراین برای پیشرفت خود تلاش می کنید و در نهایت به یک آدم بزرگسال با اعتماد به نفس تبدیل خواهید شد. با این حال برای برخی افراد این احساس حقارت بر آنها غلبه می کند و دیگر مفید یا سودمند نیست. این همان چیزی است که روانشناسان آن را عقده حقارت می نامند. این عقده شما را فلج می کند و شما را از انجام کارهایی باز می دارد که در آن مهارت خواهید داشت. در نتیجه منجر به اضطراب یا کمرویی اجتماعی می شود. همچنین ممکن است احساس بی‌ارزشی کنید و ترس از شکست شما را از تلاش برای انجام کاری در زندگی باز می دارد. این تفاوت بین عقده حقارت و احساس حقارت است. وقتی احساس حقارت می کنید، می توانید شیوه کار و زندگی خود را بهبود ببخشید. با این حال، اگر عقده حقارت دارید، به این معنی است که شما نسبت به انجام کارهایی که در آن خوب هستید، احساس ضعف و بی‌لیاقتی می کنید. همچنین تصور این که در آینده به چیزی دست خواهید یافت برایتان دشوار است. انواع حقارت. افراد اگر عقده حقارت داشته باشند، از یک الگوی مشترک پیروی می کنند. بر اساس این الگوها، افراد دارای عقده حقارت به دو دسته تقسیم می شوند. افرادی که می دانند ظاهر زیبا، موفق و باهوش دارند و در عین حال احساس حقارت می کنند. این احساس مرموز است، زیرا آنها معتقدند که به اندازه کافی خوب نیستند، اما نمی دانند چرا چنین احساسی دارند. اگر چنین احساسی دارید، اطرافیانتان به شما خواهند گفت تو خیلی باهوش، موفق، زیبا و غیره هستی. من واقعا نمیدانم چرا چنین احساسی داری. نکته تأسف‌بار این است که شما هم نمیدانید چرا چنین احساسی دارید. شما فقط همین احساس را دارید. افرادی که میدانند گنگ، زشت، شکست خورده، کسل کننده و غیره هستند و معایب آنها دریافت دوستی، محبت و حمایت دیگران را برایشان دشوار می کند. اگر چنین احساسی دارید،
یاد خواهید گرفت که اگر باهوش، خوشنظر و موفق باشید یا هر دلیل دیگری که به خودتان میگویید باور کنید، میتوانید هر مشکلی که دارید حل کنید. در اینجا یک تست سریع وجود دارد. چگونه جمله زیر را تکمیل می کنید؟ من با اعتماد به نفس، جذاب و خوشحال خواهم بود. اگر فقط بودم. فکر می کنید در کدام دسته قرار می گیرید؟ افراد دسته اول احساس می کنند که غیر واقعی است که در کاری که آنها انجام می دهند خوب باشند. افرادی که در دسته دوم قرار دارند نیز همان احساس را دارند، زیرا آنها فقط بر روی عیوب خود تمرکز می کنند. صرف نظر از دسته‌بندی که در آن قرار می گیرید، ممکن است در بیشتر عمر خود درگیر این احساس باشید. فصل دوم، نشانه‌های عقده حقارت. حساس بودن. اگر حقیر هستید یا در مورد کار خود اظهار نظر می کنید یا روزها یا هفته‌ها خودتان را در مسیر افسردگی و نفرت از خود قرار می دهید، وقتی کسی شما را طرد می کند یا هیچ حرفی با شما نمی زند احساس بدبختی می کنید، شما می خواهید دیگر به حرفای دیگران اهمیت ندهید، اما این کار برای شما به این سادگی نیست. ممکن است مقالات زیادی در مورد نحوه رسیدگی به چنین نظراتی خوانده باشید. اکثر این مقالات به شما توصیه می کنند که با ارائه یک استدلال منطقی نگران صحبت‌های دیگران نباشید. ممکن است با مقالات متعددی برخورد کرده باشید که به شما می گوید نظر دیگران در مورد شما اهمیتی ندارد. این توصیه کمکی به شما نمی کند، زیرا برای افراد دشوار است چیزی را که در وهله اول احساس می کنند ولی وانمود می کنند که چیزی احساس نکردند را توجیه کنند. راه حل دست کشیدن از حساسیت بیش از حد نسبت به آنچه مردم در مورد شما می گویند این است که به نظر آنها اهمیت ندهید. در عوض بیشتر به آنچه در مورد خود فکر می کنید اهمیت دهید. افرادی که به حرفای دیگران در موردشان اهمیت نمی دهند فقط به ارزش‌هایشان اعتماد دارند، ولی حس قضاوت شما قوی تر می شود. دیگر نگران حرف دیگران نیستید. یادگیری این نکته مهم است و زمان می برد تا افراد باورهای خود را پیدا کنند و به آنها پایبند باشند. ممکن است شنیده باشید که افرادی به شما میگویند که مردان یا زنانی که میدانند چه کسی هستند بسیار جذاب هستند. ممکن است ندانید که این به چه معناست. همه منظور آنها این بود که فردی جذاب است که به اعتقادات اصلی خود باور دارد. این به این معنی است که این گونه افراد مطیع و بله چشمگو نیستند و فقط کارهایی را انجام می دهند که مطابق عقایدشان باشد. مقایسه مداوم ویژگی‌هایتان. وقتی دائما ویژگی‌های خود را با شخص دیگری مقایسه می کنید، نسبت به آنها احساس حقارت یا برتری می کنید. این یک واقعیت آشکار است. اجازه دهید نگاهی دقیق‌تر به مشکل بیاندازیم. چرا فکر می کنید که همه در مقایسه با شما همیشه موفق‌تر و بهتر هستند؟ این به این دلیل است که شما فقط بر بهترین ویژگی‌های آنها تمرکز می کنید و خود را با قرار دادن آن ویژگی به عنوان معیار مقایسه می کنید. باید به خاطر داشته باشید که فردی که در یک کار عالی است، مطمئناً در انجام آن کار بهتر از شما خواهد بود، زیرا در آن مهارت دارد. به عنوان مثال، اگر شخصی حداقل 1 ساعت را در باشگاه سپری کند، بدن بهتری نسبت به شما خواهد داشت. اگر یکی از همکلاسی‌های شما در هر ترم سرآمد است، به این دلیل است که سخت کار می کند و به خوبی برای امتحان آماده می شود. شما به این افراد نگاه می کنید و به خود می گویید که از آنها بدتر هستید و بعد احساس حقارت می کنید. بله، درست است که شما قرار نیست به خوبی آنها باشید. این به این دلیل است که شما موفقیت و ویژگی‌های خود را با معیارهای دائما در حال تغییر می‌سنجید. باید به یاد داشته باشید که تنها زمانی می‌توانید موفق شوید
که در آن زمینه سخت کار کنید. این بدان معناست که افرادی که خود را با آنها مقایسه می کنید احتمالاً از سایر زمینه‌های زندگی غافل می شوند. همیشه باید به این که بهترین نسخه از خودتان باشید راضی باشید. این کار نیاز شما را برای رعایت استانداردهای دیگران برطرف می کند. شما عالی یا حقیر نیستید، بلکه فقط خودتان هستید. رفتار مطیعانه، مفهومی به نام نظریه رتبه اجتماعی در روانشناسی وجود دارد. این مفهوم میگوید که یک فرد اغلب به شیوهی عمل می کند که رفتار می کند و بر اساس اینکه چگونه رتبه یا موقعیت اجتماعی خود را درک می کند احساس خاصی دارد. وقتی نسبت به کسی احساس حقارت می کنید یا فکر می کنید که در مقایسه با دیگران وضعیت پایینی دارید، شروع به تسلیم شدن خواهید کرد. بیشتر خصلت‌های انسان خجالتی مانند فردی است که تسلیم شده است. به نحوه رفتار افراد خجالتی فکر کنید. هرگز نمی‌توانید با آنها تماس چشمی برقرار کنید. همیشه آرام صحبت می‌کنند. از ابراز عقاید خود می‌ترسند. اگر قرار بود یک شامپانزه به این شکل عمل کند، یک دانشمند به او برچسب تسلیم بودن می‌زد. اینجا همان جایی است که از اعتماد به نفس پایین نشأت می‌گیرد. افراد مطیع باور ناخودآگاهی دارند که از درون آنها نشأت می‌گیرد. آنها معتقدند که مردم در مقایسه با آنها برتر، بهتر و سزاوار احترام بیشتری هستند. اگر بتوانید بر این احساس ناامنی غلبه کنید، برونگرا بودن برایتان آسان‌تر خواهد بود. مطالعه‌ای که توسط پل گیلبرت انجام شد، ارتباط بین اضطراب اجتماعی، شرم و افسردگی را با استفاده از نظریه رتبه اجتماعی به عنوان پایه مورد بررسی قرار داد. این نظریه استدلال می‌کند که درک یک فرد از موقعیت و رتبه اجتماعی بر روحیه و احساسات او تأثیر می‌گذارد. نتیجه این مطالعه تایید کرد که اضطراب اجتماعی، شرم و افسردگی ارتباط تنگاتنگی با رفتار مطیعانه و احساس حقارت دارد. کمالگرایی و حقارت با یکدیگر ارتباط دارند، زیرا ریشه در مقایسه دارند. اگر یک کمالگرا باشید، هرگز از کاری که انجام می‌دهید خوشحال نخواهید شد. اجازه دهید سناریویی را در نظر بگیریم. پسری به نام جو بود که می‌خواست هنرمند شود. او یک کمالگرا بود و معتقد بود که این ویژگی به او کمک می‌کند تا به بهترین هنرمند تاریخ تبدیل شود. با این حال، کمال شما را بهترین نمی‌کند. جو دوست داشت از گالری‌ها و انجمن‌های آنلاینی بازدید کند که در آن آثار برخی از بهترین هنرمندان موجود در سراسر جهان را مشاهده کند. او معتقد بود که کارش در مقایسه با کارهایی که دیگران انجام می‌دهند وحشتناک است. او احساس می‌کرد که هیچ یک از کارهایی که انجام می‌دهد هرگز با کاری که دیگران انجام می‌دهند مطابقت ندارد. او دیگر نیازی برای کار کردن پیدا نکرد، زیرا کار او هرگز کامل نخواهد بود. به گفته او، هیچ یک از هنرمندان مشهور در آن گالری‌ها قدردان کار او نیستند. مقایسه او ناسالم شد و او نسبت به رقبای خود احساس حقارت کرد. او به دلیل همین احساس حقارت دست از نقاشی کشید. کمالگرایی اغلب کیفیت کار را بدتر می کند. درست است که مردم با برخی ویژگی‌ها و توانایی‌ها متولد می شوند. با این حال مردم تنها به دلیل سخت کوشی در رشته خود برتر نیستند. این افسانه است که در جامعه کم کم دارد از بین می رود. مالکوم گلدول می گوید که برای رسیدن به سطح معینی از عظمت یا نبوغ در یک صنعت حداقل 10,000 ساعت طول می کشد. هنرمندانی که جو آنها را تحسین کرده بود در اواخر دهه 50 زندگی خود بودند. بنابراین قبل از اینکه شاهکارهای خود را بسازند، سالها صرف ساختن هنرهای متوسط کردند. رکود و تعلل.
وقتی می‌خواهید در کاری که انجام می‌دهید کامل باشید، ممکن است بخواهید انجام دادن آن کار را متوقف کنید و بنابراین آن را به تعویق بیاندازید. وقتی خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید و استانداردهای بالایی برای خود دارید، بهتر عمل نمی‌کنید، بلکه به پای خودتان شلیک می‌کنید. از آنجایی که از شکست می‌ترسید، از تلاش دست می‌کشید. شما فراموش می‌کنید که قبل از اینکه موفق شوید، حداقل چند شکست لازم است و تصمیم می‌گیرید هیچ کاری را امتحان نکنید و هیچ کاری را به دست نیاورید. شما این ترس را در تمام جنبه‌های زندگی خود اعمال می‌کنید. به عنوان مثال، از آنجایی که شما از نظر اجتماعی ناجور هستید، از ملاقات با افراد جدید خودداری خواهید کرد. با این حال، تنها زمانی که با افراد جدید ملاقات می‌کنید و گفتگو می‌کنید، می‌توانید بر کمرویی خود غلبه کنید. اگر از کوبیدن خود اجتناب کنید، می‌توانید به زودی برخی از مهارت‌های اجتماعی را توسعه دهید. باید به خاطر داشته باشید که بد بودن در چیزی اشکالی ندارد، زیرا این اولین قدم برای خوب بودن در آن کار است. محرک‌های احساس گناه، شرم یا حسادت از طریق رسانه‌های اجتماعی. وقتی می‌بینید که مردم چگونه زندگی خود را در اینستاگرام و فیسبوک می‌گذارند، شروع به احساس حقارت می‌کنید و به خود شک می‌کنید. برای مثال، می‌بینید که دوستان شما در دانشگاه در حال مهمانی و معاشرت هستند، در حالی که شما در خانه می‌مانید. می‌بینید که همه دوستان شما تشکیل خانواده می‌دهند. این باعث می‌شود که شما این سوال را مطرح کنید که آیا تصمیمات درستی می‌گیرید یا خیر. دوستان شما لایک‌های زیادی در پست‌های خود دارند، اما این باعث می‌شود که احساس بی‌ارزشی یا بی‌اهمیتی کنید، زیرا این تعداد لایک را برای پست‌های خود دریافت نمی‌کنید. مهم است که به یاد داشته باشید که مردم همیشه از رسانه‌های اجتماعی برای ارائه بخش‌های عالی زندگی خود استفاده می‌کنند. بنابراین شما همیشه زندگی خود را با یک نسخه از زندگی آنها مقایسه می‌کنید. فراموش می‌کنید که این افراد تمام قسمت‌های غم‌انگیز و خسته کننده زندگی خود را ویرایش کردند. مطالعات انجام شده در رسانه‌های اجتماعی به این نتیجه رسیدند که رسانه‌های اجتماعی باعث می‌شوند افراد احساس بدتری نسبت به خودشان داشته باشند. وقتی عقده حقارت دارید، این مشکل چند برابر می‌شود. یک مطالعه اخیر به این نتیجه رسید که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در طول روز یا شب کیفیت خواب را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش اضطراب، اعتماد به نفس پایین و افسردگی می‌شود. حتی از من نخواهید در مورد مجلات یا اخبار صحبت کنم، زیرا آنها فقط تصاویر جذابترین، ثروتمندترین و موفقترین افراد را نشان می‌دهند. شما دیگران را قضاوت کنید. اجازه دهید به الگوهای جالبی که ممکن است متوجه آنها شده باشید نگاهی بیاندازیم. اگر مردانی را بشناسید که همیشه با زنان ناموفق بودند، شروع به متنفر شدن از زنان می کنند. اگر زن یا مردی 30 ساله هنوز باکره باشند، با دیدن یک زوج خوشبخت یا رد شدن گروهی از مردان یا زنان جذاب از کنارشان ناراحت می شوند. این امر به این دلیل است که این گروه از افراد آنچه را که نسبت به آن احساس حقارت می کنند، ظاهر، ناامنی و ترس از شکست در اطراف جنس مخالف را به آنها یادآوری می کند. وقتی زنان به جلد روزنامه‌ها یا مجلات نگاه می کنند و یک سوپر مدل لاغر را روی جلد می بینند، نگران استانداردهای غیر واقعی جامعه خواهند بود. او سعی نمی کند بفهمد چه چیزی او را عصبانی می کند. تصویر سوپر مدل احساس بی‌لیاقتی و عدم جذابیت را در درون او ایجاد می کند. او ممکن است احساس کند که به اندازه سوپر مدل ارزشمند نیست و به اندازه او جذاب نیست. بنابراین او معتقد است که همه او را به یک شکل قضاوت می کنند.
زنان بر این باورند که ارزش آنها صرفاً به ظاهر آنها بستگی دارد. برخلاف زنان، مردان همیشه ظاهر خود را با یکدیگر مقایسه نمی کنند و هیچ کس دلیل آن را نمی داند. فعالان متعددی علیه این تصاویر در مجلات و روزنامه ها تومار می دهند. آیا تا به حال الگو را رعایت کرده اید؟ اجازه دهید به آخرین مثال نگاهی بیاندازیم. وقتی مردم یک میلیونر را که یک کت و شلوار گران قیمت می پوشد یا با یک ماشین گران قیمت رانندگی می کند مسخره می کنند، سعی می کنند احساسات بیکفایتی خود را بپوشانند، زیرا یک تویوتا دارند. با این حال اگر آنها در قرعه کشی برنده شوند، مطمئناً برای خود یک ماشین یا یک کت و شلوار گران قیمت خواهند خرید. بنابراین درس این است که حقارت باعث می شود فرد دیگری را قضاوت کنید. وقتی کسی را قضاوت می کنید، اغلب سعی می کنید حال خود را بهتر کنید. این روش نتیجه معکوسی دارد، زیرا شما کینه‌توز می شوید. شروع به شناسایی لحظاتی می کنید که دیگران را محکوم و احساس نفرت می کنید. این امر به شما کمک می کند تا تشخیص دهید چه چیزی باعث می شود احساس بدتری نسبت به خودتان داشته باشید. به یاد داشته باشید که آنچه در مورد افراد اطراف خود می بینید یا احساس می کنید بازتابی از احساسات و عواطف درون شماست. اگر اغلب اوقات به قضاوت کردن مردم نپردازید، مدام احساس می کنید که مورد قضاوت قرار می گیرید. سعی کنید عیوب عدم موفقیت را پنهان کنید. افرادی که اغلب احساس ناامنی می کنند یا احساس می کنند زشت هستند، سعی نمی کنند ظاهر خود را بهبود ببخشند. آنها قطعاً آنچه را که از آن شرم دارند پنهان می کنند. آنها لباسهای گشاد می پوشند تا به شکل بدن خود نگاه نکنند. همیشه یک ژست ثابت در عکس دارند. اگر دندانهای کجی دارند، ممکن است سعی کنند لبخند نزنند. اگر از ارتودنسی دندان استفاده کنند، ممکن است دهان خود را ببندد یا لبخند نزند. در صورتی که احساس کنند زشت هستند، اگر زن باشند، ممکن است آرایش زیادی بکنند. اما باز هم زنان مختلف رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند. افرادی که در مثالها به آن اشاره شد همیشه نگران این هستند که مردم چگونه آنها را می بینند. آنها همچنین می خواهند نحوه درک جامعه از آنها را کنترل کنند. شما فقط به دلیل نیاز مداوم به هوشیاری احساس استرس می کنید و خودآگاه هستید. دانلود جدیدترین و متنوع‌ترین کتاب‌ها در زمینه انرژی درمانی، خودیاری، متافیزیک، تغذیه و تناسب اندام در اپلیکیشن جزیره کتاب saftistan.com. پس گفتار کتاب‌های خودیاری و انگیزشی طیف وسیعی از کتاب‌ها هستند که اغلب به ما کمک می‌کنند تعریفی از یه زندگی خوب و ارزشمند رو پیدا کنیم و در جهت اون حرکت کنیم. همچنین کتاب‌های انگیزشی اغلب مجموعه‌ای از راه حل‌های عملی به ما ارائه می‌کنند تا به کمک اونها بتونیم بر مشکلات روانشناختی خودمون غلبه کنیم و در مسیر موفقیت در زندگی شخصی و اجتماعی قدم برداریم. در بسیاری از کتاب‌های خودیاری، معیارهایی برای شناسایی مشکلات در تفکر، احساس و رفتار و نابهنجار بودن افراد اومده. مفهوم خودیاری به معنی ایجاد تغییر در فردی که سبب پیشرفت در زمینه‌های مختلف شغلی، شخصی، اقتصادی و عاطفی او میشه. این تغییر از درون شخص شروع شده و باعث ایجاد سازگاری با محیط اطراف میشه. در هر زمینه میشه از راهکارهای خودیاری استفاده کرد و مختص روش خاصی نیست. خودیاری در مسائل شخصی به دنبال تقویت مهارت‌های فردی شخص از قبیل مهارت حل مسئله و یا تقویت عزت نفس بوده و خودیاری در مسائل اجتماعی به دنبال ایجاد روابط سالم با دیگرانه، ولی به طور عام هدف کلی خودیاری تغییره.
همه کتاب‌های خودسازی و خودیاری یکسان نیستن. بعضی به شما کمک میکنن تا سفرتون رو به سوی یه زندگی جدید آغاز کنید، در حالی که بعضی دیگه وقتی که در زمینه‌های خاصی به تجربه دست پیدا کردید، به شما در پیشرفت و ترقی بیشتر کمک میکنن. شما با خوندن یک کتاب خودیاری توصیه‌هایی رو دریافت میکنید که گاهی با زندگی و شرایط شما مطابقت داره و گاهی مطابق نیست. باید به خاطر داشته باشید که شما در پذیرش و متناسب ساختن اون با زندگیتون دارای اختیار هستید. ممکنه بخواید بعضی از اونها رو کاملا رد کنید، بعضی از اونها رو تطبیق بدید. بعضی از این توصیه‌ها ممکنه کاملا با زندگی شما سازگار باشن. شما باید پس از بررسی و تطبیق یه توصیه با زندگی خودتون با گام‌های کوچیک در مسیر تغییر پا بذارید و برای ساختن عادت‌ها، شیوه‌ها یا رفتارهایی که برای شما منطقی قدم‌های افزایشی کوچیک بردارید. باید متوجه باشید که نویسنده در مورد اون چه برای خودش مفید بوده نوشته. حتی توصیه‌های ارائه شده در کتاب‌های خودیاری که مبتنی بر شواهد و تحقیقات هستند برای همه افراد در سراسر جهان صدق نمی‌کنه. بنابراین مهمه که در مواجهه با کتاب‌های خودیاری کاملاً هوشیارانه عمل کنیم و شرایط خودمون رو در نظر بگیریم. تأثیرگذاری کتاب‌های خودیاری و تأثیرپذیری از اونها میتونه لذت بخش باشه. اما در اینجا چند نکته وجود داره که باید هنگام رویارویی با تمرین‌ها و توصیه‌های آورده شده در کتاب‌های خودیاری به خاطر داشت. اطمینان حاصل کنید که کتابی که میخونید توسط شخصی نوشته شده باشه که صلاحیت ارائه توصیه در اون زمینه به خصوص رو داره. اگه نه، کتاب بهتری پیدا کنید که این کار رو انجام بده. مرتباً بررسی کنید که آیا از چیز جدیدی که در حال یادگیری هستید سود میبرید یا نه. اگه خواستید این موضوع رو پیگیری کنید، میتونید پیشرفتتون رو یادداشت کنید. در مورد تغییراتی که میخواید ایجاد کنید، با دوستان و خانواده و افراد قابل اعتماد خودتون صحبت کنید و از اونها پشتیبانی بگیرید. انتظاراتتون رو مدیریت کنید. کتاب‌های خودیاری معمولاً به عنوان کتاب‌هایی به بازار عرضه میشن که زندگی شما رو متحول میکنن و به موفقیت بی‌نظیری در حوزه انتخابی شما منجر میشن. با این حال تغییر شخصی کنده و سخت. انتظارات واقع بینانه‌ای داشته باشید که کتاب چقدر میتونه کمک کنه و چقدر زمان میبره. اگه به دنبال ایجاد تغییرات بنیادین هستید، باید حتماً با یه متخصص هم مشورت کنید. همه چیز در زندگی شما نتیجه از اونچه میدونید، اونچه تجربه میکنید و چگونگی تعامل شما با اونه. این عناصر منبع نهایی رو که هر چیزی از اون تحول پیدا میکنه فراهم میکنه. هرچی بیشتر در مورد ناشناخته ها بدونید، بیشتر میفهمید که واقعا چقدر کم میدونید. این مسئله شما رو فروتر میکنه و به دنیای شگفتی ها و معجزه ها برمیگردونه. اگه بنیادها و پایه‌های اون چه رو در اینجا به ترسیم در اومده درک و دنبال کنید، با متجلی ساختن اونها ارباب زندگیتون میشید. درست همونطور که آرزو دارید. شما در درونتون توانایی کنار اومدن با هر چالشی رو که با اون روبرو میشید ایجاد میکنید و پاسخی برای شادمانی دائمی و پایدار پیدا میکنید. هر رفتاری نوعی ارتباطه. برقراری ارتباط جزء جدایی ناپذیر از وجوده. انواع ارتباط شامل ارتباط با خود، خلقت و خداست. کلید قفل اکثر نیازهای فردی هم در دست دیگرانه. پس برای رفع نیاز به برقراری ارتباط محتاجیم. از طرفی چون نیازها به صورت دوره‌ای آشکار میشن، نه تنها نیازمند برقراری ارتباط هستیم، بلکه به حفظ ارتباط هم محتاجیم. مهارت ارتباط وجود در روابط عمومی حاوی حفظ ارتباطه. بنابراین ابراز وجود مهمترین مهارت ارتباطیه. خوشبختانه میشه این مهارت رو آموخت. ابراز وجود درباره ارتباط مؤثره و این فقط به معنی انتخاب واژگان درست در سخن گفتن در شرایطی خاص نیست. لحن صدا، زیر و بمی، بلندی، بیان چهره‌ای، وضع اندامی و زبان بدن همگی بخشی از پیام شما هستند که برای شخص دیگه ارسال می‌کنید و در صورتی که همه این بخش‌ها با هم هماهنگ نباشن، شما یه پیام مبهم ارسال خواهید کرد. به طور کلی اگه خود یا طرف مقابلتون رو کم اهمیت بدونید، سبک ارتباطیتون قاطعانه نخواهد بود. اگرچه در بعضی اوقات انتخاب میکنید که منفعل باشید یا پرخاشگری کنید، اما یه پاسخ قاطعانه همواره ترجیح داده میشه و به موقعیت برد منجر میشه که در اون هر دو طرف ارتباط احساس خوبی نسبت به خودشون خواهند داشت. مهارت ابراز وجود آموختنی است.
در بین تمام عواملی که بر عزت نفس اثر میذاره، مهمترین عامل تاثیرگذار و مشترک بین انسان‌ها نگرش ما نسبت به خودمونه. البته گاهی اوقات همه چیز خوب پیش میره و ما به دنبال اون احساس خوشایندی نسبت به خودمون پیدا میکنیم، اما واقعیت اینه که تفسیر نادرست ما از شرایط و دنیای پیرامون همون چیزی که مشکل اساسی رو به وجود میاره. از خوندن شما متشکریم. سلام، این پیام از طرف خوانندگان و نویسندگان ایستگاه چکیده هاست. امیدواریم از این خلاصه تحلیل لذت برده باشید و به نحوی به زندگی شما کمک کرده باشه. هدف ما ایجاد اطلاعاتیه که خوانندگان ما اون رو مفید و ارزشمند ببینن. ما از فرصتی که مردم کتاب‌های ما رو میخونن سپاسگزاریم و وقتی مخاطبان ما نظری رو ارائه میکنن بیشتر قدردان اونها میشیم. لطفاً نظری بذارید که به ما اطلاع بده چه چیزی رو در مورد این کتاب دوست دارید تا بتونیم روی بهبود کتاب‌های آینده کار کنیم. بازم ممنونیم از وقتی که گذاشتید. درباره ایستگاه چکیده ها، بسیاری از کتاب‌های عالی هر سال منتشر میشن و اکثر خوانندگان مشتاق میدونن که هرگز زمانی برای خوندن همه کتاب‌های فهرست خود ندارن. در دنیای امروز بسیاری از مردم اونقدر که دوست دارن برای خوندن وقت ندارن. بنابراین مهمه که از هر زمان مطالعه عاقلانه استفاده کنیم. مشکل اینه که دونستن این که آیا کتابی ارزش خوندن داره تا زمانی که برای خوندن اون وقت گذاشته باشید میتونه بسیار دشوار باشه. این یکی از دلایل متعددیه که ایستگاه خلاصه ایجاد شد. کارکنان ایستگاه خلاصه میخوان قبل از سرمایه گذاری وقت و پول خود برای خوندن کتاب راهی رو برای خوانندگان فراهم کنن تا ایده خوبی از یک کتاب به دست بیارن. اگه هدف از خوندن کتاب رو سرگرم شدن، فهم تجربه‌های تازه، یادگیری و غرق شدن در زمان و مکانی خیالی بدونیم، خوندن خلاصه کتاب‌ها هیچ کدوم از این هدف‌ها رو دنبال نمی‌کنه. هدف اصلی خلاصه کتاب‌ها معرفی کلی یک کتاب و دادن یک تصویر کلی از اون چیزیه که نویسنده در کتاب آورده. بیشک سرعت زندگی در جهان معاصر و عادت کلی خوندن مطالب کوتاه‌تر در شبکه‌های اجتماعی دلیل وجودی خلاصه کتاب‌ها رو توضیح میده. کمبود وقت، سرعت بالای زندگی، مشغله‌های ذهنی زیاد، شبکه‌های اجتماعی، وجود سرگرمی‌های جدید، اینها تنها فهرستی از دلایلیه که باعث میشه ما به سمت خوندن خیلی از کتاب‌ها نریم، حتی اگه خوندن کتاب‌ها رو دوست داشته باشیم. چند بار تا حالا تصمیم گرفتید کتابی رو بخونید و نتونستید؟ چند بار کتاب مورد علاقتون رو شروع کردید ولی موفق به تمام کردن اون نشدید؟ احتمالاً پیش اومده اسم کتابی رو شنیده باشید و تعداد صفحات زیاد اون شما رو از خوندنش منصرف کرده باشه. تمام مواردی که ذکر شد باعث شده ما کمتر کتاب بخونیم و البته از این اتفاق حال خوبی هم نداشته باشیم. خلاصه کتاب‌ها در بسیاری از موارد به ما کمک میکنه با شاروده اصلی کتاب مورد نظرمون آشنا بشیم. همزمان جذابیت لازم رو ایجاد میکنه تا ما به خوندن کتاب‌ها علاقه‌مند بشیم. یکی دیگه از کمک‌هایی که خوندن خلاصه کتاب به ما میکنه اینه که میتونیم تشخیص بدیم آیا به خوندن اون کتاب علاقه‌مند هستیم یا نه. سردرگم نمیشیم و لازم نیست دست به دامن آدم‌ها یا گوگل بشیم. ما مطمئن میشیم تا جایی که میتونیم اطلاعات بیشتری درباره یک کتاب در اختیار شما قرار بدیم. با ما میتونید مطمئن باشید که نه تنها خلاصه‌ای با کیفیت از یک کتاب برجسته دریافت خواهید کرد، بلکه اطلاعات و تحلیل‌های ارزشمندی هم دریافت میکنید. مضامین و شخصیت‌ها در هر خلاصه و همچنین بررسی مختصری از کتاب برجسته بحث شده. حتی اگه بدونید که قطعاً کتابی رو خواهید خوند، اگه ابتدا یکی از خلاصه‌های عالی ما رو بررسی کنید، مزیت بزرگی در درک کتاب به شما میده. پیشنمایش خلاصه و تحلیل کتاب راه رسیدن به ثروت، چگونه ثروتمند و خوشحال بشیم، اثر والریسین لنیکوف. آیا از اون دست آدمایی هستید که به اندازه زحمت و تواناییتون پول در میارید یا جزء افرادی به شمار میدید که برخلاف تلاش زیاد همیشه در زندگی عقب موندید؟ کتاب راه رسیدن به ثروت، اثر پرفروش والریسین لنیکوف، مهمترین نکات رو درباره شیوه درست مدیریت پول و سرمایه به شما میده و در مسیر رسیدن به ثروت همراه شماست. این کتاب تا حالا بیش از 8 میلیون جلد در دنیا فروش داشته. درباره یک کتاب راه رسیدن به ثروت، تا حالا به اون نقطه‌ای از زندگیتون رسیدید که کمبود پول و ثروت رو با جزء وجودتون احساس کنید؟ یا فکر کردن به این موضوع که شما به اندازه تلاشتون دستاورد و دارایی ندارید آزارتون بده؟ واقعیت اینه که دنیای مدرن بر اساس پول و سرمایه بنا شده و اگه به اندازه کافی به منابع مالی و ثروت دسترسی نداشته باشید، از قافله کارها و فعالیت‌های دلخواهتون عقب میمونید.
شاید غم‌انگیز به نظر برسه، اما واقعیتیه که باید اون رو بپذیرید و راهکار درستی برای اون پیدا کنید. بسیاری از افراد همچنین شیوه‌های درست و اصولی خرج کردن، قرض دادن یا قرض گرفتن پول رو بلد نیستن و همین اتفاق باعث میشه ثروتی رو که با زحمت به دست آوردن در یه چشم به هم زدن از دست بدن. بسیاری از اوقات آدم‌ها چشم انداز خوبی از مسیر پیش رو و رسیدن به ثروت دارن، اما تجربه اندک، تغییرات زمان و نبود یه رهبر کاربلد در این مسیر نتیجه دلخواه رو براشون به ارمغان نمیاره. اما بهترین راه چاره چیه و چطور میشه در زندگی به یه ثبات مالی دست یافت؟ والری سینلنیکوف در کتاب راه رسیدن به ثروت درباره کسب درآمد و دستیابی به منابع ثروت صحبت میکنه. او با بیان ساده و قابل فهم راههای صحیح دستیابی به ثروت رو به شما یاد میده و به کمک اون میتونید تواناییتون رو برای مدیریت ثروت به دست آورده و اون رو افزایش بدید. این اثر پرفروش مثل یه نقشه راه همیشه در دسترسه و شما رو به یه فرد ثروتمند و شاد تبدیل میکنه. اگه دوست دارید تغییرات مثبتی رو در زندگی شغلی و شیوه کسب درآمد خودتون ایجاد کنید، همین حالا با کتاب راه رسیدن به ثروت و توصیه‌های کاربردی والری سینلنیکوف همراه شید. کتاب راه رسیدن به ثروت برای چه کسایی مناسبه؟ این کتاب رو به همه کسایی که دوست دارن در زمینه شغلی و کسب ثروت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشن یا شکل صحیح استفاده از منابع مالی و افزایش اون رو یاد بگیرن پیشنهاد می‌کنیم. با والری سینلنیکوف بیشتر آشنا بشیم. وجود یک راهنما یا استاد خبره در مراحل مختلف زندگی میتونه انسانها رو به سعادت و خوشبختی نزدیکتر کنه و یا دست کم اونها رو در مسیر درستی قرار بده. والری سینلنیکوف یکی از همین افرادی که به عنوان روان درمانگر تکنیک‌های روانشناختی راهنمایی‌های بی‌نظیری رو درباره آرامش ذهن و روح به افراد ارائه میکنه. این نویسنده آثار شیوا و خوندنی خودشو در زمینه آرامش ذهن و روح و دستیابی به موفقیت منتشر کرده که با خوندن اونها میتونید تغییرات مثبت و عمیقی رو در زندگی شخصی و کاریتون ایجاد کنید. پیشنمایش خلاصه و تحلیل کتاب 15 راه برای زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر اثر جول استین. شاید حفظ سلامتی و آرامش از مهمترین اهدافی باشه که حتی به صورت ناخودآگاه هم در پی تحقق اونها هستیم. کتاب 15 راه برای زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر که توسط جول استین نوشته شده که از پرفروش‌ترین نویسنده‌های نیویورک تایمز به شمار میره، راهکارهای کاربردی برای زندگی بهتر و طول عمر بیشتر رو در اختیار ما قرار میده و از بهترین گزینه‌ها برای روزهایی که در اون به دنبال یافتن راهی برای رهایی از ناامیدی هستیم. درباره کتاب 15 راه برای زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر. شاید قرار نباشه زندگی به اون تلخی که فکر میکنیم پیش بره. شاید واقعا راهی برای نجات و بهتر زیستن وجود داشته باشه، راهی که بشه یه زندگی سالم، آروم و شاد رو پیش روی ما قرار بده. اما پیدا کردن همچین مسیری کار چندان آسونی نیست، اما غیر ممکن هم نیست. قدم برداشتن در این مسیر میتونه ما رو از ناامیدی که با اون دست و پنجه نرم میکنیم نجات بده. انرژی و نشاط حقیقی رو به ما برگردونه و باعث بشه که رفته رفته به زندگی علاقه‌مند بشیم. جول استین نویسنده پرفروش و مطرح نیویورک تایمز که به نگارش کتاب‌های خودیاری و همچنین آموزه‌های معنوی مسیحیت شهرت داره، در کتاب 15 راه برای زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر 15 راه کاربردی رو در اختیار ما قرار داده تا بتونیم احساسات و عوامل منفی رو کنترل و بر اونها غلبه کنیم. نویسنده در این راهنمای کاربردی به شما کمک میکنه تا به موفقیت بیشتر و روابط قوی‌تر دست پیدا کنید. قدرت کنترل استرس رو به دست بیارید و به شادی واقعی برسید. اون نشون میده که کلید سلامتی طول عمر و حال خوب اینه که با تمرکز بر نگرش، افکار و حس و حال عاطفی خود روح و روانتون رو سالم نگه دارید. در کتاب 15 راه برای زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر، جول استین به ما نشون میده که چطور باید احساس مثبت‌تری نسبت به خودمون داشته باشیم، چطور با افراد سرسخت و انعطاف پذیر کنار بیاییم و از میل شدیدی که به کنترل همه چیز و همه کس داریم دست بکشیم. نویسنده به ما یاد میده تا به بهترین شکل ذهن و افکارمون رو ساماندهی کنیم، عادت کنیم تا فکر به وقایع گذشته رو کنار بذاریم و در زمان حال زندگی کنیم و جملاتی که به زبون میاریم رو کنترل کنیم. به طور کلی با خوندن این اثر در میابیم که چگونه زندگی شادتری داشته باشیم و از جسم و روحمون مراقبت کنیم.
جلوستین در راستای پذیرش اونچه که واقعا هستیم، خصوصیاتی که در هر انسانی نهفته شده و ممکنه افراد اونها رو خوب یا بد بخونن رو یه موهبت الهی میدونه. او معتقده این ویژگی‌ها تصادف نیستن و اتفاقا همون چیزایین که نیاز داریم. در واقع میگه که گاهی ممکنه خصوصیاتی که اون رو نقطه ضعف میدونیم در حقیقت نقطه قوت ما باشه. نیرویی که شاید هنوز بستر استفاده از اون رو پیدا نکرده باشیم، اما لازمه زندگی ماست. کتاب 15 راه برای زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر، هر اونچه رو که برای یافتن انگیزه‌ای برای ادامه راه خود لازم داریم رو به ما یادآوری میکنه و میتونه نجات بخش خوبی برای روزهای سخت به حساب بیاد. با مطالعه 15 راه برای زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر میتونید از امروز شروع کنید تا یه تغییر واقعی ایجاد کنید که در زندگیتون ماندگار باشه. تغییری که فقط برای یه هفته، یه ماه یا یه سال نیست، بلکه در باقی روزهای عمرتون تاثیرگذار خواهد بود و اون نشاط واقعی که ممکنه سالها به دنبالش بوده باشید رو به شما هدیه خواهد داد. کتاب 15 راه برای زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر برای چه کسانی مناسبه؟ خوندن این راهنمای نجات بخش رو به همه کسایی که در پی یافتن یه زندگی سالم و شاد هستن پیشنهاد می‌کنیم. پیشنمایش، خلاصه و تحلیل کتاب ما هرگز نمیمیریم، اسرار زندگی پس از مرگ، اثر مت فریزر. مت فریزر در کتاب ما هرگز نمیمیریم که عنوان پرفروشترین اثر نیویورک تایمز را از آن خود کرده، در پی پاسخ دادن به سوال مهمی که بسیاری از مردم از اون میپرسن: بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ اگرچه ممکنه انتظار پاسخ پیچیده‌ای رو داشته باشید، اما توضیح مت فریزر بسیار ساده، مختصر و مفیده. ما هرگز نمیمیریم. درباره کتاب ما هرگز نمیمیریم، کنجکاوی بشر در ارتباط با زندگی پس از مرگ و اونچه بعد از متوقف شدن حیات فیزیکی انسان برای او رخ میده، از دیرباز یکی از موضوعات بسیار جالب بوده که علوم مختلفی چون روانشناختی، عرفان و حتی ماورا و طبیعه به اون پرداختن. انسان امروزی با پیشرفت علم و تکنولوژی پرده از حقایق جهان هستی برداشته و بسیاری از مسائل و موضوعاتی که برای پدران و پدربزرگان ما حکم اسرار و علوم غریبه داشتن با ادله علمی بر ما ثابت شدن و به سادگی از اونها سخن میگیم. در این بین اما مرگ و جهان پس از مرگ از جمله موضوعاتی هستند که هنوز هم سوالات فراوانی درباره اون مطرحه. مت فریزر، مدیوم روانشناس و نویسنده مشهور، این بار سراغ پاسخ دادن به این سوال بنیادی رفته که بعد از مرگ چه بر سر انسان میاد و سرنوشت نهایی بشر چیه. فریزر در کتاب ما هرگز نمیمیریم درباره مسائلی سخن میگه که از هزاران مکالمه و ارتباطات عمیق روحی حاصل شدن. او رموز پنهانی از زندگی رو برملا میکنه و برای خوانندگان توضیح میده که وقتی از مرز این دنیا و دنیای دیگه عبور میکنیم دقیقاً چه اتفاقی رخ میده. واقعیت‌های زیبای بهشت و زندگی ابدی چگونه است؟ فرشته‌های نگهبان ما روی زمین چطور نقش محافظت رو برامون ایفا می‌کنن؟ نقش رویاها و چگونگی ظاهر شدن ارواح بر زندگان چیه؟ ارواح تسخیر شده، روح‌های منفی و خوناشام‌های انرژی چیان و محافظت روانی از خود در برابر این تهدیدات چگونه است؟ پیدا کردن هدایای ذاتی که خداوند در اختیارمون قرار داده و هدفی همسو با اونها چگونه انجام می‌پذیره؟ کارما، مهربانی و زندگی در جریان الهی چگونه است؟ چطور میتونیم علائم و پیام‌هایی رو که عزیزانمون از بهشت برای ما ارسال میکنن تشخیص بدیم؟ به گفته مت فریزر همه ما زندگی جاودان داریم و روحمون فنا ناپذیره. همه ما با توجه به اینکه آفریده خداوند هستیم، قابلیت عروج و رسیدن به بالاترین مراتب روحی رو داریم. تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که بفهمیم چطور از اون استفاده کنیم. شاید تلاش برای پیدا کردن استعدادها و توانایی‌های ذاتی که خداوند در وجودمون گذاشته مهمترین مأموریت هر یک از ما در زندگیه و از این راه میتونیم پل مخصوص به خودمون رو به سوی بهشت بسازیم. همونطور که عارف بزرگ مولانا هم میگه هر کسی از ظن خود شد یار من. هر یک از ما میتونیم به شیوه خود و به شکلی کاملا منحصر به فرد به بهشت جاودان برسیم. خداوند این هدیه رو تنها مختص به عده خاصی قرار نداده و بین آفریدگان خود هیچ تفاوتی قائل نشده.
مت فریزر کتاب ما هرگز نمیمیریم رو در 10 فصل به رشته تحریر درآورده که محتوای اصلی اون داستانایی از افرادیه که زندگی و سرنوشت اونها رو به دقت مطالعه کرده. او همچنین به عنوان یه واسطه، اصطلاحی که خودش به کار میبره، با ارواح ارتباط برقرار کرده و جزئیاتی رو از اون پرسیده که برای خوانندگان شرح میده. هدیه ذاتی فریزر، همونطور که خودش توضیح میده، برقراری ارتباط با ارواح و رسوندن پیام به بسیاری از کسانی که به دنبال نگاهی از درون به بهشت یا پیامی تسلی بخش از سوی یکی از عزیزان از دست رفته‌شون هستن. لزومی نداره فردی غمگین باشیم تا بخوایم رازهای جهان دیگر رو یاد بگیریم. حقیقت اینه که چه زندگی پس از مرگ رو باور کنیم و چه اعتقادی به اون نداشته باشیم، همه ما روزی خواهیم مرد یا حداقل یه عزیز از دست رفته داریم و مت فریزر در پی گشودن دریچه‌ای به روی ماست، دریچه‌ای به دنیای پس از مرگ. نکوداشتای کتاب ما هرگز نمیمیریم. حکمتی که در کتاب ما هرگز نمیمیریم از طریق داستان‌های ناگفته آشکار میشه، یه ارتباط عاطفی و معنوی قوی برای افراد ایجاد خواهد کرد که پایه و اساس یه زندگی سالمه و جهان رو شفا خواهد داد. کارامو براون، نویسنده، از برترین مدیوم روانشناس امریکا و نویسنده وقتی بهشت صدا میزند، کتاب جدیدی منتشر شده که اسرار زندگی پس از مرگ و حقایق بهشت رو آشکار میکنه. این کتاب الهام بخش، اطمینانی آرام بخش برامون به وجود خواهد آورد که ما هرگز نمیمیریم. گلوریا استفان. کتاب ما هرگز نمیمیریم برای چه کسانی مناسبه؟ اگه به رموز جهان پس از مرگ و علوم ماورالطبیعه علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه کتاب پیش رو از دست ندید. پیشنمایش خلاصه و تحلیل کتاب با توجه به کهن الگوی خودت غذا بخور، اثر ملیسا کاترین. چه چیزی باعث میشه نتونید به وزن دلخواهتون برسید و یا اون رو حفظ کنید؟ ملیسا کاترین در کتاب با توجه به کهن الگوی خودت غذا بخور به شما کمک میکنه تا با شناخت از کهن الگویی که شما رو درگیر کرده و ممکنه گاهی مانعی برای موفقیت در کسب وزن ایدئال شما باشه، بر چرخه‌های تکراری غلبه کنید و بتونید به بهترین ورژن خود تبدیل بشید. درباره یک کتاب با توجه به کهن الگوی خودت غذا بخور. کهن الگوها و چرخه‌های رفتاری ثابتی که در زندگی خود درگیرشون هستیم میتونن ابعاد متعددی از زندگی رو تحت تاثیر خود قرار بدن و عاملی حتی مانع پیشرفت و موفقیت ما باشن. تا زمانی که درگیر این الگوهای تکرار شونده باشیم و نتونیم به شناخت درستی از اونها برسیم، نتایج ثابتی رو از بسیاری از تلاشمون خواهیم گرفت. از مواردی که تحت تاثیر کهن الگوها قرار دارن و معمولاً تاثیرات این الگوها بر اون نادیده گرفته میشه، عادتهای غذایی هستند. اینکه چطور غذا میخورید، پرخوری‌ها و کمخوری‌ها، اینکه جای چه کمبودهایی رو با غذا پر میکنید و اینکه چه زمانهایی هیچ میلی به غذا ندارید، همه بر اساس کهن الگوهای شما شکل گرفتن. ملیسا کاترین در کتاب با توجه به کهن الگوی خودت غذا بخور شما رو با الگوی رفتاریتون آشنا میکنه و راهکارهایی رو در اختیارتون قرار میده تا بدون نیاز به رژیم‌های غذایی سفت و سخت و تنها با کنترل کهن الگویی که دارید به وزن ایدئال خودتون نزدیک و نزدیکتر بشید. پیروی از رژیم‌های غذایی کاهش یا افزایش وزن از اون دست کارهاییه که اراده و انگیزه زیادی میطلبه و همه افرادم نمیتونن در رسیدن به وزن ایدئالشون موفق باشن. از طرفی بسیاری از افراد بعد از تلاش زیاد و دنبال کردن رژیم‌های غذایی سخت به وزن دلخواهشون میرسن، اما بعد از مدتی دوباره به حالت قبلی برمیگردن و سالهای زیادی از زندگیشون رو درگیر برنامه‌های غذایی کاهش یا افزایش وزنن. اما چه چیزی مسبب ایجاد این الگوهای تکرار شونده است؟ چرا افراد با وجود تلاش‌های بسیار زیادی که در راستای کاهش یا افزایش وزنشون دارن، هیچ وقت به نتیجه دلخواهشون نمیرسن؟ ریشه این اتفاقات به چه چیزی برمیگرده؟ کتاب با توجه به کهن الگوی خودت غذا بخور، کهن الگوها رو یکی از اصلی ترین عوامل ناموفق بودن بسیاری از برنامه‌های غذایی معرفی میکنه. نویسنده در این اثر معتقده با رها شدن از چرخه الگوهای رفتاری تکراری و یافتن ریشه عدم موفقیت در نتیجه گیری از رژیم غذایی میشه به راحتی به وزن ایدئال دست پیدا کرد، حتی بدون دنبال کردن برنامه‌های پیچیده غذایی. کهن الگو که از مفاهیمیه که توسط یونگ در روانشناسی تعریف شده و به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تعیین کننده مسیر زندگی انسان به شمار میره،
در واقع همون الگوی رفتاری ثابت و ویژگی‌های شخصیتی هر فرد که نقش مهمی در تمام ابعاد زندگی انسان ایفا میکنه. کهن الگوها از نیاکانمون به ما رسیدن و تأثیر قابل توجهی بر زندگیمون دارن. ملیسا کاترین در کتاب با توجه به کهن الگوی خودت غذا بخور از نقش کهن الگوها بر عادتهای غذایی میگه و معتقده همین کهن الگوها هستن که باعث میشن بعضی افراد دوره‌های کاهش افزایش وزن رو با موفقیت طی کنن و بعضی دیگه در اونها شکست بخورن. با خوندن کتاب با توجه به کهن الگوی خودت غذا بخور میتونید ریشه رفتارها و عاداتتون رو پیدا کنید. روش کنترل الگوتون رو بیاموزید و به جای پیروی از رژیم‌های غذایی سنگین بتونید با ایجاد تغییرات درونی به هدفتون دست پیدا کنید. ملیسا کاترین در این اثر روش‌های کاربردی برای تناسب اندام رو معرفی کرده که میتونن برای شما بسیار کمک کننده باشن. کتاب با توجه به کهن الگوی خودت غذا بخور برای چه کسایی مناسبه؟ مطالعه این راهنمای تناسب اندام رو به تمام افرادی که به دنبال رسیدن به یه وزن ایدئال هستن، حتی اونا که بعد از تلاش‌های زیاد نتونستن به وزن دلخواهشون دست پیدا کنن، پیشنهاد می‌کنیم. پیشنمایش خلاصه و تحلیل کتاب برتری خفیف اثر جف اولسون. در فصل اول جف اولسون خوانندگانش رو با این ایده آشنا میکنه که هر فردی در این سیاره این پتانسیل رو داره که یا به یه آدم فقیر و ناموفق دنیا تبدیل بشه یا به یه کارآفرین با موجودی عظیمی در حساب بانکیش. او داستانش رو تعریف میکنه در مورد اینکه چطور از یه شکست به موفقیت به یه شکست دیگه رسید و چطور به آرومی آموخت که شکست و موفقیت هر دو به یه دلیل اتفاق میافتن و این یه دلیل واحد میتونه به نفع شما یا علیه شما باشه. بسته به اینکه چطور از اون استفاده میکنید، خواننده با خوندن ادامه مطلب انگیزه پیدا میکنه، چون میخواد درباره این ایده که افراد کنترل کاملی بر مسیر زندگیشون دارن بیشتر بدونن. بسیاری از خوانندگان برتری خفیف کتاب‌های دیگه‌ای برای کمک به خود و توسعه شخصی خوندن. بسیاری از این کتاب‌ها راز موفقیت و زندگی شاد رو در اختیار دارن. آقای اولسون توضیح میده که چطور اکثر افرادی که چنین کتاب‌هایی رو می‌خرن، ایده‌ها رو جذاب می‌بینن و برای مدت اونها رو به کار می‌گیرن. اما بعد می‌ایستن و از کار نکردن تمام تکنیک‌ها شکایت می‌کنن. او توضیح میده که همه خواسته‌ها، آرزوها و تفکرات مثبت در دنیا به افراد در دستیابی به اهدافشون کمک نمی‌کنه مگه اینکه اولین عنصر موفقیت رو داشته باشه. جف اولسون این باور رو از بین میبره که شکست یک گزینه نیست و مثبت اندیشی و آرزو کردن تنها چیزیه که نیاز دارید. او نمونه‌های مختلفی از افراد مشهور رو ذکر میکنه که تنها پس از شکست‌های فراوان به موفقیت رسیدن. مثلا ادیسون و لامپ او توضیح میده که عنصر گم شده موفقیت فلسفه خود شخصه، یعنی نگرش پشت اعمال او. فلسفه درست انسان رو به سمت نگرش درست، اقدامات درست و نتایج درست هدایت میکنه. این منجر به یه زندگی خوب و موفق میشه، در حالی که فلسفه غلط منجر به عکس اون میشه. درس از فصل 2 به زیبایی در یه نقل قول در فصل خلاصه شده. موفقیت تحقق پیشروی یه آرمان ارزشمنده. افراد موفق کاری رو انجام میدن که افراد ناموفق حاضر به انجام اون نیستن. پیشنمایش خلاصه و تحلیل کتاب جن و جادوی سیاه اثر ماریا یاسین. سفر به دنیای تاریک اجنه ماریا یاسین به کمک آموزه‌های قرآن و احادیث این مسیر تاریک رو برای شما روشن کرده. کافیه سری به کتاب جن و جادوی سیاه بزنید تا با شناخت علمی و دقیق اجنه در برابر اونها و قدرت سیاهشون غیر قابل نفوذ بشید. نویسنده به شما یاد میده تا با شناسایی روش‌های تسلط جنها بر زندگی آدمیان راه ورود این موجودات رو برای همیشه به زندگیتون ببندید. درباره کتاب جن و جادوی سیاه، دنیای اجنه و قدرت اونها از قلمروهاییه که کمتر کسی میتونه بدون ترس با اون روبرو بشه. اما ماریا یاسین قراره در کتاب جن و جادوی سیاه بدون هیچ ترس و واهمه‌ای ما رو به سفری علمی در دنیای ناشناخته اجنه ببره. این کتاب تلاشی برای شناسایی و طبقه بندی آیات، احادیث و روایت‌هایی که به روش‌های مختلف اطلاعاتی را از این موجودات ماورایی در اختیار ما میذارن. کتاب جن و جادوی سیاه بهترین فرصت برای کسایی که میخوان با تصاویر حقیقی اجنه در آینه اسلام روبرو بشن.
کتاب جن و جادوی سیاه روایتگر داستان‌های جنیانه، اما نه داستان‌های ترسناک. پس با خیال راحت به قلمرو اون وارد بشید تا با شناخت این موجودات در مقابل اونها قوی باشید، چرا که آگاهی و شناخت مرحله اول قدرت و تنها با شناخت اجنه است که میتونید در برابر اونها آسیب ناپذیر باشید. ماریا یاسین ویژگی‌های شاخص اجنه رو به شما یاد میده و همچنین نشون میده که جن‌ها به چند نوع تقسیم شده و در چه دسته‌بندی‌هایی قرار میگیرن. اما آیا هدف این کتاب تنها در شناخت اجنه خلاصه میشه؟ البته که نه. هدف این کتاب اینه که به شما یاد میده برای مقابله با قدرت اجنه و بی اثر کردن طلسم‌ها چه باید کرد. حتما تا حالا فیلم‌های بسیاری رو دیدید که موضوعشون تسخیر روح انسان‌ها توسط اجن است. تسخیر روح واقعیتیه که فراتر از پرده‌های سینما هم میتونه رخ بده. ماریا یاسین در کتابش در این مورد نکته‌های تازه‌ای داره، نکته‌هایی که با جستجو در منابع اسلامی به دست اومده و اطلاعات دقیقی در اختیار خوانندگانش قرار میده. کتاب جن و جادوی سیاه اثری بدور از خرافات و افسانه پردازی که میکوشه چهره حقیقی این پدیده‌های ماورایی رو در پرتو اسلام برای مخاطبانش روشن کنه. کتاب جن و جادوی سیاه برای چه کسایی مناسبه؟ مطالعه این کتاب رو به تمامی علاقه‌مندان و مخاطبان کتاب‌های متافیزیک و ماورای طبیعه توصیه می‌کنیم.